خودت بیشتر از من کمک نیاز داری. من نمیخوام اذیتتون کنم. نه ببین الحمدلله من خوبم. الحمدلله وقتی مردم کمک میخوان حتی اگه کاری نتونیم بکنیم حرفای خوب بزنیم کافیه. ممنونم، به خاطر حرفای خوبتون ممنونم. الحمدلله حرف خوبم صدقه است. ممنونم. شما میخواین کمک کنین؟ بله. اما سوالم اینه آخرین باری که مادرتون رو بغل کردین کی بوده؟ بهت بگم تقریبا یه 7 سالی میشه. آره 7 سال. به دیدنش فکر نمی‌کنی؟ از الله خواستم دیدارشو برام آسون کنه. من بچه دارم، باید براشون پاسپورت بگیرم. پاسپورت ندارن؟ نه ندارن پاسپورت و خب با این سوالتون خجالت کشیدم. من هم میخوام و هم آرزوشو دارم، یعنی میخوام بچه هم مادر بزرگشونو ببینن. تا حالا دیدنش؟ دیدنش و باهاش حرف زدن. منظورم رو در روه. از نزدیک؟ نه از نزدیک نه. یه ضرب المثل مصری میگه چشمم میبینه اما دستم بهش نمیرسه. الله میدونه کی میری. الله میدونه. اگه شرایط بهتر بشه میرین مادرتون رو ببینین؟ خب در اولین فرصتی که تعطیلات مدرسه بچه ها شروع بشه، موقع عید بزرگ، عید قربان و اون روز بهترین روز زندگی. چرا ماه رمضان نمیرین؟ اون موقع سر کارم به خاطر پس عید قربان. آره. یعنی اگه شرایط بهتر بشه عید قربان میرید مادرتون رو میبینید؟ انشالله. من دعا کردم و انشالله برآورده میکنه. اگه صبحونه میل داریم بیاین داخل. قسم به الله من همیشه بیشتر از نیاز خرید میکنم واسه مهمونا، چه غریبه باشن چه آشنا باشن یا فامیلای همسرم. چرا که نه چون شاید گرسنه باشن. میدونیم که بیاین داخل همه چی داریم، مال الله. الحمدلله. درسته، واقعا درست میگین. بیاین داخل یه سکان چایی بخورین. بیا شما خیلی محبت دارین. بیاین اتاقی که درش زندگی میکنیم و ببینین. همین که زیبایی روحتون رو دیدم کافی بود. الله بهتون چیزایی که بهتون گفتم من از ته قلبم گفتم. حاجی سلیمان. بله برادر، انشالله حجم میرم. هنوز حج نرفتین؟